تو هم دوست داری تو ماینکرافت اسکین خودت داشته باشی و توی بازی همینجوری با اسکین خودت اونور بری؟ پس این ویدیو رو تا آخر ببین. خب روش اول، خب تو گوگل سرچ میکنید نووا اسکین و اولین سایت رو بالا میارید و وقتی وارد سایت شدید به این صحنه برمیخورید. یه استیوه که میخوایم ما رو اون اسکین خودمون رو طراحی کنیم. خب اینجا بخش مهم این سایت رو بهتون بگم. خب جایی که علامت زدم رو بزنید و یکم کاریتون زودتر میشه و کارتون راحت‌تر میشه. با این رنگ‌های پایین میتونید رنگ‌های اسکینتون رو طراحی کنید. مثلا قرمز میتونم طراحی کنم. بخش بعدی رنگ‌ها رو مثلا قرمز و سبز آروم آروم تبدیل میکنه. و بخش بعدی رنگ رو براتون شطرنجی مانند میکنه. مثلا این رنگ یکم شطرنجی مانند براتون میکنه. و بخش بعدی این بر رنگ مشکی رو کم کم تبدیل رنگ دلخواه میکنه. مثلا الان اینجا تبدیل به آبی شده. این سطل هم یه جایی رو مستقیم یک جا بهش پخش میکنه. مثلا یه کل صورت رو با یک ضربه کلش رو کرم میکنه. بخش بالا یا میرور اونجا براتون شطرنجی میکنه تا راحت تر بشه. اون عکس یه چیز مثلثه اون براتون انیمیشن میسازه و این ذره بین منفی یا ذره مثبت استیوتون رو دور و نزدیک میکنه. خیلی راحت. اون پایین میتونیم بعضی از اعضایی که دوست داریم رو پنهان کنیم. مثلا دست و همه چیزا رو به جز سر حذف کنیم تا با دقت‌تر رو سر رو رنگ کنیم. یه نکته دیگه داره که وقتی دو بار رو رخش مورد نظر بزنیم میتونیم یه بلاک بالاتر رنگ کنیم. مثلا میبینید یک کوچولو بالاتر از این کلش یه چیزی آورده و تو بازی همین رو دقیقا اینجوری نشون میده و بقیه بخشا هم میتونی به همین صورت اینجوری رنگ کنی. خب بریم از این بخش بریم بیرون. حالا حوصله نداری رنگ کنی میتونی از اسکینای آماده کمک بگیری. اینجا اسکینا رو همه رو آماده داره و از اینم بیشتر خیلی هست، میتونی از اونا استفاده کنی، ولی به نظرم از اسکین خودت. حالا چه جوری؟ تو ماینکرافت بذاریم اسکینمون بالا، بعضی سیو میزنیم اونجا دو تا گزینه میاری که اسم یکی هم دسکریپشنه که هیچی، اسمتون رو میزنین. مثلا من نمی‌نویسم آیسکرافت و اون پایین از مهم نیست، توضیحات اصلا ننویسید. میایین اینجا یه بخش براتون میاد مایکروسافت و گوگل. به نظر گوگل رو بزنید که یکم راحت تر باشه. گوگل رو بزنید میاد تو اینجا و بالا میزنید دانلود و وقتی دانلود رو بزنید میاد تو گالریتون و الان ببینید تو گالری من اومد. حالا باید بریم تو ماینکرافت و گزینه درسینگ روم رو بزنیم و بریم بالا بخش سومی رو بزنیم و نوشته اونید اسکینز رو بزنیم و چوز اسکین رو بزنیم و عکس اون رو بیاریم تو اینجا. حالا اینجا ماینکرافت ما میگه این اسکین رو چاق میخوای لاغر، مثلا من چاق انتخاب میکنم. حالا الان اسکینمون برامون آورد. الان دیگه اسکین خودتو داری تو بازی. حالا یه روش دیگه هست که یعنی هم برای کامپیوتر هم برای موبایل. یه روش دیگه از بیشتر برای موبایله که از برنامه اسکین ادیتور استفاده کنیم. اینجا عکسشو براتون گذاشتم. اینجا مارکت میتونید نصب کنید که این دقیقاً همون سایته. فلشه میتونید اسکین به اول برگردونین. اون میتونه از جایی یه قطعه چکون بگیریم و به اون رنگ رو بزنید. تو بخش بعدی میتونید رنگ خودتونو برای نقاشی کردن استفاده کنید که به نظرم خیلی کاربردی داره. اینم بعدی هم میتونید روش نقاشی کنید. اونم عین دفعه قبل سطر یه ضربه بزنید رو کل اسکین ضربه میندازه. و الان مثلا من رو ضربه زنم و روی اون میتونم یه چیزی بنویسم. اینا رو باش کاری نداریم، اینا برای سیوه که الان برات بهتون میگم. میریم این بخش میتونین اون جاهایی که دلتون میخواد رو حذف کنی و مثلا دست و همین چیزا رو حذف کنی فقط کله بمونه، فقط بدن بمونه که با یکم بهتر بتونی بنویسی. اینجا هم که یک لایه دیگه میتونی روش نقاشی کنی. اینجا هم که میتونی پاک کنی و سفیدش کنی. اینجا هم میتونید یکم اونورش کنید که دور و برش رو ببینید رنگ کنید. بخش بعدی
میخوایم سیوش کنیم. میریم بالا نمیشه سیو تو گالری. وقتی سیو تو گالری کردین میرین کجا؟ میرین وارد ماینکرافتتون میشین. ما که همون دسرینگ روم میرین و میزنین همون جالباسیه و بعد میزنین رو همون اونود اسکینز و چوز نیو اسکین. وقتی دوباره اونو بزنین عکس اونی که براتون اومده رو میزنین. حالا چاقلوقرش رو میزنین و به همین راحتی با همین برنامه هم تونستین اسکین خودتون رو بیارید. اگه کمک های دیگه هم نیاز داشتین تو کامنت برنامه نویسین. تا ویدیو بعد، خدا حافظ.